افشای حقایق تازه عروسی رمیشا شفا با پسر ایرانی. این مرد ایرانی کیست و رمیشا چطور خواسته با این مرد ایرانی ازدواج کند؟ این ازدواج رمیشا شفا ازدواج چندمش خواهد بود؟ رمیشا در کشور امریکا مصروف چی کاری است؟ دلیل دوری رمیشا شفا از هنر موسیقی چیست؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم باشید. رمیشا شفا هنرمند افغانی ولی ایرانی تبار که دوست دارد بیشتر اوقات آهنگهایش به لهجه شیرین فارسی ایرانی باشد. رمیشا شفا در اصل از ولایت زیبای کندهار پدر و مادر کندهاری دیده به جهان گشود. رمیشا در سن طفولیت پدر و مادرش را به دلیل همکاری هایشان با سازمان ملل متحد و ساختن مکتب‌های شخصی برای دختران افغانستان در آن زمان از دست داد. رمیشا شفا در سن طفولیت با یک مرد که 30 زن داشت ازدواج کرد و از آن مرد رمیشا شفا یک دختر دارد. رمیشا به کمک یکی از دوستان خانواده پدریش در کابل انتقال داده شد و تحصیلات خود را در کشور امریکا ادامه داد. رمیشا شفا بعد از آن که به کشور امریکا را با یک سرباز امریکایی ازدواج کرد و دوباره به کشورش من حیث ترجمان امریکایی ها برگشت و در جبهات جنگی که در آن زمان با طالبان امریکایی ها در جنگ بود اشتراک میکرد. رمیشا اکنون با بار سوم قرار است با یک مرد امریکایی ازدواج کند. این مرد منیجر رمیشا شفا می باشد. رمیشا شفا قرار است تا 2 ماه دیگر مراسم بزرگ ازدواجش را برگزار کند. من هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای این هنرمند جوان از بارگاه عزت منان خواهانم. دوستداران نهایت عزیزم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستداران رمیشا شفا به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای حمایت از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. ویدیوهای من را لایک نموده و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. سلامتی شما عزیزان آرزوی همیشگی من است. تا درودی دیگر، بدرود.